بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. عزیزان گرامی و بینندگان، تقریبا 4 اسم خداوند، 4 اسم پروردگار به خاطر چند مشکلات بزرگا اینجا تجربه کردن. من این درس به شما ارائه میکنم. خداوند توفیق بده که این را باز ذکر بکنیم. 5 اسم خدا، ببخشید 5 اسم پروردگار، 5 تا اسم خداوند را اگر شما این را ذکر بکنین، هر کدامش یک ویژگی داره. اگر هر مشکلی که به شما پیش میشه، هر مشکل نامزادی بچه تان است، مشکل معامله تجارتی تان است، مشکل کار دولتی تان است، اگر براتان پیش میشه، زیاد نه، فقط 10 مرتبه او را بخوان، مشکل تا پروردگار حل میکنه و دعای تا اجابت میکنه. 10 مرتبه، زیاد هم نه، 10 مرتبه ذکر کو، 10 مرتبه بخوان، مشکلت حل میشود. اگر دعا میخواسته باشید، خداوند دعای تا اجابت میکنه و مشکلات گیره های زندگی تا الله باز میکنه. و کدام است؟ القدوس را شما لااقل 10 مرتبه روزانه تکرار کنین، بخوانین. خداوند متعال برکت از این مشکلاتتان حل میکنه، گیره های زندگی تا که بندش کرده باز میکنه. 1. دوم، هر کسی که مشکل خانوادگی داره، در خانه محبت ها وجود نداره، نزاکت های فامیلی است، عروس و خشوع جنجال دارد، زن و شوهر جنجال داره. امروز کسی گفت که 20 سال میشه ما زن و شوهر جور نیستیم، 20 سال میشه، بچه من نامزاد میکنم، در عروس و داماد رسیدیم، ما و زن جور نیستیم. راه حلش چیست؟ اگر هر کس مشکل خانوادگی دارد، الرؤوف را 10 مرتبه لااقل ذکر بکنه. الرؤوف. صحیح شد؟ این 2. 3. اگر حالت خوبی نداری از لحاظ درآمد مالی، پیسه و درآمد مالی اوقا خوب نیست، دنیا اوقا در کاروبارت برای جمع نمیشه، بالاخره اگر خواستی که دارایی پیدا بکنی و در برابر تو دارایی ها دروازش باز شو و بیایه، اسم الفتاح را ذکر بکن 10 مرتبه. الفتاح والله مطال امی بندش های اقتصادی را باز میکنه، پیسه دار میشه بخیر. این چند شد؟ 3. 4. اگر خواستی روابط عاطفی خوب داشته باشی در بین مردم، یعنی مردم با تو عطوفت بکنه، با تو مهربانی کنه، و تو را مردم نور چشم خود و تو را مردم کت شفقت بکنه، اگر خواستی که در بین مردم با تو شفقت شود و عاطفه به تو داده شود، اسم الولی را ذکر بکن. الولی را ذکر بکن، کمش لااقل در اینجا 10 دفعه، زیاد هم نه، 10 دفعه. عاطفه و عطوفت و مهربانی در فامیل، در بین خانواده، در بین جامعه الله بر شما پیش میکنه. و بعضیا یک چیز دیگری هم گفته، بعضیا گفته که در دیگه صورت اگر درد داری، مرضی داری، جان درد است، الفتاح را ذکر بکو، در یک روایت. و بعضیا گفته که اگر مشکل مالی داری، باز این را ذکر بکو، الرزاق را ذکر بکو 10 مرتبه لااقل. مشکل درد و جان دردی و امراض داری، الفتاح خداوند باز کو دروازه صحتمندی را. اگر مال و پول و پیسه و اقتصادت مشکل داره، لااقل 10 دفعه روزی صدا کن که الرزاق، پروردگار رزاق و با شما رزق فراوان و برنامه های مالی تان خوبتر میگردانه. بناهن اینمی 5 اسم پروردگار که ویژگی داشت، این را من با شما اشاره کردم. خدا متعال ما شما را توفیق ذکری از این، توفیق یادآوری همین نام پروردگار نصیب بگردانه.